ما در شرایطی قرار داریم که من یک عدد آماری رو فقط خدمت شما عرض میکنم. بازرسی هایی که آژانس در داخل ایران انجام داده در سال 2018، در زمانی که هنوز کشور متخاصم آمریکا در برجام بود، 450 مورده. اما در سال 2019 در زمانی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند، دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات بیشتری به غربی‌ها داده و تعداد بازرسی‌های آژانس به 520 مورد افزایش پیدا کرده. یعنی در قبال کمکاری غربی‌ها، خروج آمریکایی‌ها، عدم رفع تحریم توسط اروپایی‌ها، ما شاهد خدمات بیشتر توسط آقایان غربگرا در داخل هستیم. شهید محسن فخریزاده شهید روز چهارشنبه است، نه شهید روز جمعه. زمانی که رهبر معظم انقلاب روز سه‌شنبه بیان کردند که مسیر حل تحریم ها به عنوان یک واقعیت تلخ، نه از مسیر مذاکره که یک بار امتحان شده، بلکه از مسیر غلبه بر تحریم ها عبور میکنه، جناب آقای رئیس جمهور روز چهارشنبه بیان میکند که آمریکا به بد و خوب تقسیم میشود و ژانویه 2017 رو مبدأ آمریکای بد و خوب داره قرار میده. خب معلومه که در چهارشنبه رئیس جمهور ما پیام ضعف مخابره بکنه و روز پنجشنبه معاون وزیر خارجه ما یک جاسوسی رو با لبخند بدرقه بکنه، در روز جمعه هم دشمن در عملش تردید نمیکنه. لذا این مجلس معتقدم به صراحت باید در محتوای این طرح خروج از پروتکل الحاقی رو در دستور قرار بده. همونطور که در جلسه غیرعلنی نمایندگان محترم تفاهم شد و تأکید کردند، ما خروج از پروتکل الحاقی رو در این دو فوریت در کمیسیون انشاءالله قرار خواهیم داد و در صحن اون رو به تصویب خواهیم رسوند. طبعا راهبرد منطقی ایران در حوزه سیاست خارجی باید وارد سناریوی غربی ها نشه، بلکه ما در جمهوری اسلامی ایران به جای ارسال پالس ضعف و قرار گرفتن در تله بزرگ صبر استراتژیک که جناب رئیس جمهور عملاً به دشمن داره پیغام میده که در دوران باقی مانده ترامپ تو میتوانی هر کاری در این کشور بکنی و میتوانی ترورهای دیگری انجام بدی، این پیام ضعف توسط مجلس اصلاح خواهد شد و خروج از پروتکل الحاقی انشاءالله این اقدام رو و این پیام رو به غربی ها خواهد داد که نه تنها دوران بزندر رو تمام شده، بلکه دوران پادوهای شما در این کشور هم به انتها رسیده و پادوهای شما انشاءالله همانطور که شما مبدأ رو ژانویه 2017 قرار میدید، در خرداد ماه 1400 آنها را از این کشور به سلولهای زندان برای بازجویی در مورد این جاسوسی ها و خون شهدایمان انداختیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.